تحویل از کتاب یادداشت‌های یک کتاب فروش. منتظر DHL هستم. قرار است یک بسته کتاب بیاورد. نشستم همین کنج پشت کامپیوتر. کاری که باید تمام میشد تمام نشده هنوز. دارم فکر میکنم چه کنم. صدای سرازیر شدن آب از لوله فاضلاب می آید که روی دیوار انتهای کتاب فروشی از بالا آمده و رفته زیر زمین. باز حتما در طبقات بالا کسی یا سیفون را کشیده یا آب باز کرده توی دستشویی یا ظرفشویی. تلفن زنگ میزند. گوشی را بر می دارم. بله؟ صدای خرناسه شنیده می شود. می گویم الو الو. همان صدا تکرار می شود. انگار کسی می خواهد چیزی بگوید اما فقط خرناسه می کشد. گوشی را می گذارم. تا می خواهم آب بریزم توی قهوه جوش تلفن دستیم زنگ می زند. بفرمایید. از آن سو صدای جیغ چندشانگیزی پرده گوشم را می خواهد پاره کند. گوشی را دور نگه می دارم. الو شما؟ از میان جیغ بلند ممتد انگار کلماتی گفته می شود. متوجه نمی شوم. نمی فهمم. خواهش می کنم جیغ نزنید. جیغ همچنان ادامه دارد. جیغ معمولی نیست. نمی شود کسی اینطور یک نفس جیغ بکشد. انگار صدای جیغی را لوپ کرده باشند. قطع می کنم. سرم درد گرفته. فنجان پر از آب را خالی می کنم توی مخزن قهوه جوش. بعد 2 قاشق قهوه می ریزم توی صافی کاغذی و دکمه آن را می زنم تا آب کم کم داغ شود و قلقل کنان بچکد روی قهوه و از صافی بگذرد و بریزد پایین توی ظرف شیشه‌ای. رگ‌های شقیقه‌ام می‌زند. با انگشتان شست و میانی دست راستم رگ‌ها را کمی فشار می‌دهم و چشمانم را می‌بندم که صدای زنگوله بالای در شنیده می‌شود. فکر می‌کنم راننده DHL است. چشمانم را باز می‌کنم. نگاه می‌کنم سمت در. در نگاه اول تصور می‌کنم مردی درشت‌اندام، پوستین سیاه رنگ بزرگی بر تن، عقب وارد می شود. اما کمی که دقت می کنم می بینم یک حجم تیره رنگ است که مثل ژله تکان تکان می خورد و پیش می آید. می رسد جلوی میز گرد کوچک. پهن می شود روی یکی از صندلی ها. صندلی انگار فرو می رود توی آن حجم سیاه جنبان. زیر نور لامپ مهتابی رگ‌های نازک و سفیدی بر پهنای سیاه ژله مانند دیده می شود. انگار مایعی نارنجی در رگ‌ها جاری است. گاهی هم انگار پولک‌هایی نقره‌ای پاشیده باشند روی آن انبوه سیاه. همه جایش برق برق می‌زند. از خودم می‌پرسم این دیگه چیه؟ صدایی از سمت حجم سیاه شنیده می شود. پس چرا نیومدی؟ صدا پژواک دارد. انگار کسی توی یک دیگ بزرگ مسی داد بزند. می گویم نیومدم. کجا باید می اومدم؟ صدای خنده خشداری بلند می شود. همزمان حجم سیاه ولو شده روی صندلی تکان تکان می خورد. انگار با قاشق بزنی به ژله‌ای که توی بشقاب است. کجا؟ یادت رفت؟ اینجوری قرار میذارن، قول میدن. قول؟ چه قولی؟ باز صدای خنده خشدار بلند می شود. تلفن زنگ می زند. خنده کم کم خاموش می شود. تلفن همچنان زنگ می زند. باز صدای انگار پیچیده توی دیگ مسی بلند می شود. پس چرا جواب نمیدی؟ گوشی را بر می دارم. بفرمایید. از توی گوشی این بار صداهای خرناس و جیغ همزمان شنیده می شوند، ولی صداها بلند نیستند. انگار از فاصله دوری صدا می آید. الو؟ الو؟
حجم سیاه میگوید کیه؟ میگویم هیچکی. صدای خرناس میاد، با جیغ. باز صدای خنده، تکان تکان حجم. دقت کن ببین چی میگن. خب گوشی را به گوشم میچسبانم. بله بفرمایید. از میان صداهای خرناس و جیغ که هی دور و نزدیک می شود کلماتی نامفهوم به گوش می رسد. هرچه دقت می کنم متوجه نمی شوم. انگار کسی به زمزمه به زبانی ناشناس متنی را می خواند. می گویم نمی فهمم چی می گن. صدای خنده خشدار بلندتر می شود. کم کم از شدت خنده به سرفه می افتد. تکانها بیشتر می شود. حجم سیاه یکهو از روی صندلی لیز می خورد، می افتد روی زمین. هنوز به زمین نرسیده جمع می شود، اندازه یک توپ ماهوتی. بعد وا می رود. صدای خنده آمیخته به سرفه کم و کمتر می شود تا محو می شود. میخواهم بروم آن طرف که حجم توپ شده وارفته ناگهان به شکل مایعی غلیظ به رنگ چمن چرک ریخته می شود روی زمین. مایع چمن رنگ شبیه ژله شل است. برق میزند و پهن می شود تا زیر میز و صندلیه ها و نیمکت نرسیده به قفسه کتاب ها می ماسد روی کف زمین. از بیرون اول صدای ایستادن ماشین بزرگی می آید و بعد صدای باز شدن در و بعد باز صدای در و صدای وحشتناک بلند عبور یکی از این موتورسیکلت های بزرگ که با سرعت از خیابان می گذرد. در باز می شود. جوانی قد بلند است، لاغر، لباس کار بر تن. یک کارتون را با چرخ دستی آورده. می روم کمکش. سلام. سلام، ممنون. کارتون را بر می دارم می گذارم روی نیمکت. جوان پوزخند بر لب چند کلمه نامفهوم زیر لب می گوید. بعد می رود بیرون و تا من می آیم کارتون را باز کنم بر می گردد. کیسه پلاستیکی سیاهی در یک دست و در دست دیگر یکی از این انبرهای بلندی که رفتگرها ایستاده با آن ته سیگار و آتشقالهای کوچک ریخته شده روی زمین را جمع می کنند و می ریزند توی کیسه زباله. انبر را دراز می کند طرف مایع ریخته شده روی زمین که حالا رنگ خون خشکیده به خود گرفته است. تا دو لبه نوک انبر می خورد به مایع، انگار آهنربا که مشتی خرد فلز را بکشد سمت خودش. مایع جمع می شود و به هم می چسبد. می شود اندازه همان توپ ماهوتی. آن را با انبر بر می دارد می اندازد توی کیسه سیاه رنگ. من حیرت زده ایستادم نگاهش می کنم. هنوز همان پوزخند بر لبهایش نشسته است. می خواهم بپرسم این چیه که سر کیسه را یک دستی با مهارت تمام گره می زند و آن را می دهد دستم. یک لحظه کیسه را می گیرم، دور از خودم نگه می دارم. دست می کند از یکی از جیب‌های بزرگ متعدد شلوار آبی رنگش چیزی در می آورد. اول فکر می کنم یکی از این دستگاه‌های شبیه تلفن دستی است که می شود روی صفحه‌اش امضا کرد و رسیدن بسته را تایید کرد، اما هیچ چیز توی دستش نیست. دستش را جلوم باز می کند. می بینی؟ پوچ. هیچی نیست. هیچی. و پوزخندش خنده ای می شود سکسکه وار. کیسه در دستم تکان می خورد. آن را دراز می کنم طرف جوان. با همان دستش کیسه جنبان را می گیرد و با همان خنده که حالا دیگر کاملا تبدیل شده به سکسکه از در می رود بیرون. می روم در را پشت سرش می بندم. بر می گردم. نگاهی می کنم روی زمین. لکه‌ای که خیلی مشخص نیست افتاده روی کف پوش. انگار غبار نشسته باشد. جارو را بر می دارم. آن را جارو کنم، بریزم توی خاکانداز، ببرم یا بریزم بیرون یا توی کیسه زباله، اما پشیمان می شوم. می روم یک مشت دستمال کاغذی بر می دارم.
کمی مرطوب میکنم، بعد بنا میکنم به پاک کردن لکه غبارگون نشسته روی کفپوش. تا غروب کارم پاک کردن همان لکه است. آخرش هم پاک نمی شود. باز نشد این کار ناتمام را تمام کنم امروز هم.